پیغمبر بیرون آمد. این روایت باز به مضمون مختلف هم در منابع شیعه است هم در منابع عامه دست فاطمه زهرا را گرفته بود. کلمات اینه: دست فاطمه را گرفت، بیرون آمد، گفت من عرفها فقط عرفها. تعبیرات رو ببینید. مجلس ما الان مجلسی است که محتاج به تنبیه، فقط بیرون بیاد دست فاطمه را بگیره. یعنی چه؟ این کار به نسبت به این زن کاری است که او به نسبت به اون مرد روز قدیر کرد. روز قدیر این کار رو کرد به نسبت به یک مرد عالم، سر دستش گرفت و معرفیش کرد. اون روز این کار رو کرد نسبت به این یکتا زن عالم. فرمود من عرفها فقط عرفها. اما هر کس نشناخته‌اش بشناسدش. چجور معرفی کرد؟ مرتبه به مرتبه. کلام پیغمبر برای هر کسی جلوه‌ای داره. مرتبه اول فرمود بضعة منی، به کلمه بضعه رجوع کنید. این مرتبه اول بود. بعد از تنزل به ترفع مرتبه دوم فرمود وحیه قلبی الذی بین جنبیه. این قلب منه، قلبی است که بین دو پهلوی منه. پیغمبر وقتی میگه من، کلمه من غیر از کلمه بدن منه. بدن من مضافه و من مضاف الیه. در اینجا تعبیرات بضعی از من، قلبی بین دو جنب من. این دو جنب بدن منه. و دقت کنید این تکه بضعه بدن منه. بضعه بدن من غیر از بضعه منه. قلب بین دو پهلوی تن من غیر از قلب بین دو جنب منه. دو جنب من از اون کسی که این نیت او مبدأ و منشأ تمام فضائل بشریته. کنت نبیا و آدم بین الماء و الطین. قلبی که اون قلب بین دو جنب یک همچه کسی است، معنایش اینه اگر فاطمه رو از من بگیرن من میمانم و یک بدن بی جانی. این زن به کجا رسیده که چنین مقامی پیدا کرده؟ قلبی شده بین دو جنب علم و عمل. جنب ایمن پیغمبر علمه، جنب ایسر پیغمبر عمله. علمی که در اون علم تمام علوم انبیا گمه، عملی که در اون عمل تمام اعمال اولیا محوه. قلبی که بین این دو جنب علم و عمله صدیقه کبرا فاطمه زهراست. اون وقت روشن میشه چرا خدا فرمود هم فاطمه و ابوها، هم فاطمه و ابوها و بعلها و بنوها. تو چه کردی که شدی محور؟ تو چه کردی که شدی قطب؟ تو چه کردی که شدی قلب عالم وجود؟ تو چه کردی که رسیدی به اون جایی که پیغمبر خاتم درباره تو فرمود هر کس که بر تو صلوات بفرستد هر جا که من در بهشت باشم او با منه. چه کردی تو؟ کاری تو کردی که اون کار را
احدی جز خدا نمی‌داند و جز آنها که خزینه‌دار اسرار خدایند. بعد از تأمل در اون چه که گفتیم که این الفبای مطلب روشن میشه کلام امام، مسئله اینه، رسید به اونجا که اللهم انی اسألک به فاطمه و ابیها. فکر کنید، تأمل کنید، فقه این کلمات رو پیدا کنید. اللهم انی اسألک به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها. سوال به فاطمه است، به پدر فاطمه، به شوهر فاطمه، به فرزندان فاطمه. مرحله آخر کلمه ایه. این کلمه ختم کلامه. پیغمبر رو بردن کنار درخت طوبا، میوه درخت طوبا را چیدن، نطفه فاطمه را منعقد کردن، در این نطفه روحی دمیدن، در اون روح خدا شریفترین گوهری که در خزینه خودش داشت گذاشت. مسئله اینجاست که اللهم انی اسألک به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. این سر چه سریه؟ شب معراج و درخت طوبا و میوه بهشتی همه مقدمه بود برای این سر، اما این سر فرصت دیگری